شما با زبانهاتان به اسلام درآیید، با دلهاتان به اسلام درآیید، با پایها و با دستها و با شکمهاتان به اسلام درآیید. مقصد با زبان تو مسلمانی ولکن دل تو منافق است. در پهلوی برادر مسلمان 5 وقت نماز میخوانی لیکن تو فاسق هستی. این گونه مسلمانی تو لازم نیست میگویی. در اسلام تو با پررگی داخل شو. امروز مسلمان دروغگو، امروز مسلمان کینه، امروز مسلمان صاحب حسد، امروز مسلمان صاحب بخیلی، امروز مسلمان پاره‌خور، امروز مسلمان رباخور، امروز مسلمان پدر و مادر احترام نمی کند. امروز مسلمان زبان دشتم دارد.